راننده ماشین بارکشه که سببگار کشته شدن 7 نفر شده بود با حکم سود شهری وحدت به 7 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. در دادستانی کل تاجیکستان روز 12 ایول بر رادیو آزادی گفتند که بختیار مجیدوف راننده ماشین زیل 130 برای رعایت نکردن قاعده حرکت در راه گناهکار دانسته شده است. زیرا وی در قسم بالای اتومبیل جای باربرداری آن غیر قانونی زیاده از 25 نفر مسافران را سوار کرده هنگام فرآمدن بلندی راهی قبرستان راحتی از عهده راندن اتومبیل نبرآمده اتومبیل را در کنار راه چپه می نماید. در نتیجه این حادثه باز 2 نفر جراحت وزنین به سلامتی و 2 نفر دیگر جراحت میانه به سلامتی برداشتند. بعد از وقوع این حادثه در تاریخ 11 مارس سال جاری وزارت امور داخلی تاجیکستان گفته بود که در این صدمه 19 تن دیگر جراحت برداشتند. شاهدان حادثه به مطبوعات گفتند که در نتیجه صدمه 8 نفر جان دادند. مقامات تاجیکستان از افزایش صدمه‌های نقلیاتی در راه‌های کشور نگرانی می‌کنند. ضمناً در سخنرانی روز 11 ایول خود بخشیده به 10 سالگی قبول قانون عاید به تنظیم رسم و عنعنه‌ها پرزیدنت امومالی رحمان از یک فاجعه اتومبیلی در ناحیه واسه یادآور شد و گفت سبب این حادثه ویران کردن قاعده حرکت در راه میباشد. در پی این حادثه 7 نفر هلاک شده بود. وی گفت هر سال در تاجیکستان به حساب میانه 1.5 هزار صدمه نقلیاتی رخ داده صدها نفر به هلاکت می رسد و این حالت باعث تشویش و نگرانی جدی می باشد.